من بعد از گذراندن یک جنگ تمام عیار خانوادگی ازدواج کردم. اما بعد ازدواجم خواهر شوهرم هر شب می اومد خونمون. تا اینکه یه شب وقتی شوهرم خواب بود، با گریه بهم گفت من باید یه رازی رو بهت بگم. گفت داداشم قبل از ازدواج با تو زن دیگه ای رو عقد کرده. اون زن زنده است و هر ماه داره از داداشم پول میگیره. وقتی اسم اون زن رو گفت و فهمیدم کیه، دنیا روی سرم خراب شد. اون کسی بود که هر روز توی خونه مادر شوهرم میدیدمش و مثل خواهرم بود. اونجا بود که فهمیدم منو تمام مدت بازی دادن. ماجرا رو از نوجوانیم شروع میکنم. از وقتی که جرقه اون عشق رویایی زده شد. ما یه خانواده معمولی نبودیم. پدرم از اون آدمایی بود که حرفش حکم قانون رو داشت. تو خونه ما حرف اول و آخر فقط مال اون بود. حتی برادرم باید ازش حساب می‌برد و جوری جلوی پاش وای می‌ایستاد که انگار با یه فرمانده زندگی می‌کنه. ما پول و ثروت و همه چیز داشتیم. از لباس و ماشین گرفته تا رفاه. همیشه دم دست بود. ولی خب مگه میشه با کوهی از پول یه ذره محبت یا یه آغوش گرما بخری؟ من همیشه یه جای کارم میلنگید. یه جای خالی بزرگ توی قلبم بود که هیچ کدوم از اون پولا نمیتونست پرش کنه. من فقط یه دختر بودم که باید درس میخوند، مطیع میبود و هیچ وقت هم نباید از مسیر تعیین شده پدرم خارج میشد. توی اون فضای سنگین من یه راه فرار داشتم که کلاس زبان بود. اونجا تنها جایی محسوب میشد که میتونستم یه ذره از جنگین خونه دور بشم. اونجا بود که با نیما آشنا شدم. اوایل رابطمون اصلاً شبیه یه چیزی که بشه اسمش رو گذاشت عشق نبود. فقط نگاه‌های کوتاه که وقتی چشمامون به هم میافتاد یه جوری میشدیم. معلوم بود که اون چند سال از من بزرگتره. یه جور پختگی داشت که من رو کنجکاو میکرد. میدیدم که چطور سعی میکنه توجهم رو جلب کنه. چون میدونستم رضا که از من بزرگتر بود دقیقاً مثل پدرمه. اون سختگیر بود و بلافاصله بعد از کلاس با اون نگاه‌های مراقبش منتظر من بود که از کلاس بیام بیرون. باید مدام حواسم رو جمع می‌کردم که مبادا بفهمه من دارم به یه پسر دیگه نگاه می‌کنم. اما نیما کوتاه نیامد. کم کم راهش رو پیدا کرد. اول از طریق فضای مجازی اومد جلو. وقتی اولین پیامش رو می‌دیدم تمام وجودم می‌لرزید. نه از خوشحالی، از ترس خالص. یه وحشت بی پایان که اگه پدرم یا برادرام گوشی رو دستشون میگرفتن، زندگی من همونجا تموم میشد. برای همین هر شب وقتی همه توی خونه خواب بودن و فقط صدای نفسای سنگین اونا میومد، من با دستای لرزون با نیما حرف میزدم و بعدش تمام پیاما رو پاک میکردم. پاک کردن اون پیاما مثل این بود که داشتم رد پای جرمم رو از روی زمین پاک میکردم تا کسی نفهمه من دارم چی کار میکنم. کم کم رابطمون رنگ عاشقی گرفت. اونقدر که دیگه جرأت پیدا کرده بودم که کلاس زبان رو بپیچونم. با کلی استرس و با قلبی که از ترس میتبید اون زمان رو با نیما گذروندم و بعد دقیقاً سر ساعت مقرر برگشتم سر کلاس که رضا منتظرم بود تا با هم به خونه برگردیم. انگار داشتم یه بازی خطرناک رو می‌کردم که هر لحظه ممکن بود با یه حرکت اشتباه همه چیز فرو بریزه. یه روز وقتی داشتیم با هم حرف می‌زدیم ازش پرسیدم تو که اینقدر بزرگتر از منی چرا داری زبان یاد می‌گیری؟ می‌خوای چیکار کنی؟ نگاهش رو به من دوخت و گفت می‌خوام مهاجرت کنم و تو رو هم با خودم ببرم. با شنیدن این حرف قند توی دلم آب شد. فکر کردم بالاخره یه راهیه که از این خونه فرار کنم. فکر کردم نیما همون ناجی منه. رابطمون همیشه همینجوری بود. قرارهای پنهانی، حرفای یواشکی و ساعتها نشستن توی ماشین. اما بعد از اون همه چیز عوض شد. من جوری عاشق نیما شده بودم که حاضر بودم جلوی همه بایستم. اما یه روز توی همون ماشین همه چیز از کنترل خارج شد. نیما با قول و قراره ازدواج میگفت مال همین. به هم نزدیک شد و با من رابطه برقرار کرد. اون لحظه وقتی کارش تموم شد
به جای اون حس خوشبختی، حس می‌کردم یه ترس بزرگ تمام وجودم رو گرفت. میدونستم اگه خانوادم بفهمن منو زنده نمیذارن. اما نیما مدام میگفت ما واسه همدیگه ایم. نترس. من قراره باهات ازدواج کنم. منم انقدر هیجان داشتم که خیالم راحت شد و درست همون موقع پدرم متوجه رفتارای مشکوک من شد و با یه تیر مستقیم تمام رویاهای من رو زد کنار. پدرم اومد پیشم و بهم گفت یه خواستگار داره واسط میاد. آماده شو که ازدواج کنی. دنیا روی سرم خراب شد. من چطوری تونستم حقیقت رو بگم؟ چطور میتونستم بگم من دیگه دختر نیستم؟ جرأت نداشتم حقیقت رو بگم چون میدونستم حقیقت یعنی مرگ. با صدای لرزون گفتم من فعلا نمیخوام ازدواج کنم. خواهش میکنم بهشون بگی نیان خواستگاری. من نمیتونم. اما پدرم با تشر و فریاد به هم حمله کرد و گفت تو غلط کردی که نمیخوای. فکر کردی حق تصمیم گیری داری؟ همین که من گفتم و باید واسه خواستگاری آماده شی. اون روزا مثل یک روح بودم. از استرس، از ترس، از اون حجم سنگین رازی که توی سینم سنگینی میکرد. نمیدونستم باید چی کار کنم. حتی جرأت نداشتم موضوع رو با نیما در میون بذارم. یه روز بعد از کلاس که خستگی و استرس داشت از سر و رو میبارید، صدای زنگ در اومد. آیدا بود. تنها کسی که از بچگی رفیقم بود و میتونستم باهاش حرف بزنم. هرچند که همیشه یه حس بهش داشتم که یه جورایی هم نمیتونستم بهش اعتماد کامل کنم. آیدا اومد تو اتاقم و تازه داشت مینشست که متوجه شد قیافم اصلاً عادی نیست. چشام قرمز بود و صورتم رنگ و رو نداشت. پرسید سارا چته؟ چرا اینجوری شدی؟ انگار یه اتفاقی افتاده. چیزی شده؟ یهو بی اختیار زدم زیر گریه. آیدا سری اومد کنارم و گفت چی شده؟ آروم باش. من همونطور که گریه کردم گفتم از نیما گفتم. از اون کلاس سوان. و اینکه دنیای پنهونی که با نیما دارم. از اون پیامایی که شبا با ترس پاک میکردم تا کسی نفهمه و بالاخره اون لحظه رابطه رو گفتم که چطور نیما با قول و قرار و حرفای قشنگ من رو به اون رابطه کشوند. و حالا قراره واسم خواستگار بیاد. آیدا سکوت کرد. بعد گفت میدونی سارا من درکت میکنم. منم دقیقاً همین حس رو دارم. منم عاشق رضام و واقعاً ازش خوشم میاد. چرا همیشه جلوی منو میگیری و نمیذاری من باهاش آشنا بشم؟ چرا هر بار که میخوام بحثش رو بکشم وسط یه بهونه میاری و میگی برادرت حوصله رابطه نداره؟ من فقط میخوام باهاش باشم. میخوام بهش بگم که دوستش دارم. من فقط نگاش کردم و میدونستم پشت چهره معصومش یه دنیای دیگه است. من میدونستم که آیدا با پسرای مختلف رابطه داره و اگه اجازه بدم اون به رضا نزدیک بشه فقط خودش و برادرم رو توی دردسر میندازه. اما در عین حال نمیتونستم بهش مستقیم بگم نه. پس دوباره همون بهانه‌های تکراری رو آوردم. گفتم آیدا خواهش میکنم. ببین رضا خیلی جدیه. سخت گیره. اصلاً اهل این حرفا نیست. آیدا با ناراحتی نگام کرد و حرفی نزد. فقط رفت بیرون. حالا مهمترین راز زندگی منم میدونست. شب خواستگاری توی اون سالن پر از تجملات من مثل یک مجسمه گچی نشسته بودم. وجودم میلرزید. من آمادگی نداشتم. توی قلبم یه جای پنهانی فقط برای نیما بود. اما حالا باید وانمود میکردم که اون اصلاً وجود نداره و اون مرد غریبه تنها انتخاب زندگی منه. آیدا همونجا بود. انگار یک فرشته نجات بود که اومده بود کنارم بمونه تا توی اون مراسم خفه کننده نفس بکشم. مراسم خیلی خوب پیش رفت. خانواده داماد هم بعد از چای و صحبت‌هایی که شد رفتن و منتظر جواب ما موندن. بعد از رفتن اونا من یک حس بدی داشتم. یه حسی که انگار یه نقشه‌ای داره کشیده میشه. آیدا بالاخره موفق شده بود
خودش رو به برادرم نزدیک کنه. من میدیدم که چطور با اون چشمای بیگناهش جوری به رضا نگاه میکنه که انگار تمام دنیاش همون رضاست. اما من میدونستم آیدا همونطور که به رضا چشم دوخته توی کلاس زبان با یه پسر دیگم در رابطه است. میدونستم اون فقط دنبال یه بازی جدید میکرده و برادرم داشت بازی میخورد. برای اینکه بتونم یه چند روز وقت بخرم تا با نیما حرف بزنم و یه راهی برای این وضعیت پیدا کنم، از پدرم خواستم بابا لطفاً به هم چند روز وقت بده تا فکرامو بکنم و جواب اون خواستگار رو بدم. پدرم با یک رفتار سرد قبول کرد. اون چند روز مثل جهنم بود. چند بار سعی کردم نیما رو ببینم. اما هر بار که میخواستم بهش بگم یه خواستگار اومده، قلبم ریش میشد. میدونستم اگه بگم یه جنگ تمام عیار راه میفته. ممکن بود کسی از داخلش زنده بیرون نیاد. تا اینکه روزی که کلاس زبان داشتم، رضا که همیشه زود میومد دنبال من، اما اون روز دیر کرد. اون روز متوجه شدم آیدا هم اونجا نیست و فهمیدم با هم رفتن بیرون و این در حالی بود که آیدا روز قبل با پسری دیگه بیرون رفته بود. خانواده اون برخلاف خانواده من خیلی آزاد بودن و بهش سخت نمی گرفتن. از طرفی می دیدم که رضا واقعا داره دل می بنده. می دیدم که چطور با آیدا گرم می گیره. نمی تونستم جلوی خودم رو بگیرم. نمی تونستم ببینم برادرم داره توی تله یه دختر هوسباز می افته. رفتم پیش رضا و با صدایی که می لرزید ولی سعی می کرد محکم باشه گفتم رضا میدونم از آیدا خوشت اومده. اما گوش کن. اون دنبال یک عشق و رابطه‌ای پایدار نیست. با آدمای زیادی تیک میزنه. من نمیخوام قلبت رو بشکنه. اون فقط دنبال هیجانای زودگذره و من تو رو میشناسم. نمیخوام قلبت به خاطر یک رابطه سیاه بشه. رضا اول با تعجب نگام کرد. بعد با عصبانیت. اما من اصرار کردم و اونقدر با حرفام فشار آوردم که بالاخره حرفامو باور کرد و طول کشید که رابطش رو با آیدا تموم کرد. اما من نمیدونستم که این شروع بدبختی من بود. آیدا که فکر میکرد من با مکر و حیله خوشبختیشو ازش گرفتم، کینه بزرگ از من به دل گرفت. وقتی خشمش به اوج رسید، تمام رازای من رو مثل یک بمب پرتاب کرد وسط خونم. تمام اون قرارهای پنهانی من با نیما، رابطه‌ای که بینمون شکل گرفته بود و تمام اون حقیقت تلخ که من دیگه اون دختر بیگناه سابق نبودم و از روی حرص به رضا گفت. روز بعد من داشتم آماده می شدم برم کلاس کنکور. باید بیشتر کار می کردم که یهو در اتاقم با شدت باز شد. دیدم بابا و رضا هر دو اونجا وایستادن. این دفعه نگاهاشون عین همیشگی نبود. خیلی عصبانی بودن. در رو بستن و شروع کردن به کتک زدن من. پدرم، مردی که همیشه میگفت من دختر عزیزشم، حالا با یه وحشیگری تمام داشت منو کتک میزد. با چشمای خون گرفته میگفت زندت نمیذارم. همینجا میکشم. تو آبروی ما رو بردی، دختر چش سفید. فریادهای پدرم با صدای ضربه‌هاش توی گوشم میپیچید. من فقط میتونستم خودم رو جمع کنم تا جلوی ضربه‌ها رو بگیرم و التماس کنم. اما هیچ جواب نمیداد. بدنم داشت از درد میلرزید. تا اینکه دیگه چشمام سیاهی رفت و بیهوش روی زمین افتادم. رضا که انگار تازه به خودش اومده بود، دید که من دارم از پا در میام و پدرم منو زنده نمیذاره. با گریه و التماس گفت بابا دست نگه دار. اون دخترته. نمیتونی که بکشیش. بذار با همون کسی ازدواج کنه که این بلا رو سرش آورده. مجبورش میکنیم اون پسره عوضی رو تا با سارا ازدواج کنه. خواهش میکنم. از جونش بگذر. اما پدرم دیگه اون آدم نبود. خون جلوی چشماشو گرفته بود. فریاد زد اون پسر عوضی رو زنده نمیذارم. یعنی برم التماس کنم بیاد این دختره بی حیا رو بگیره؟ صدای گریه و التماس مادرم که به در میکوبید التماس میکرد فضای خونه رو پر کرده بود. اما انگار هیچ کس جلودار پدرم نبود.
رضا داشت سعی میکرد پدرم رو از روی من بلند کنه. داشت التماس میکرد که منو نکشه. اون فکر نمیکرد که پدرم حتی برای جون من محدودیتی نداره. بالاخره با کلی کشمکش و زور رضا پدرم از روی من بلند شد. دستاش رو از دور گردنم که داشت خفم میکرد برداشت. اما خشمش از بین نرفت. با یه صدای وحشتناک گفت همین الان شماره اون پسره حرومزاده رو بده. زود باش. رضا با دستای لرزون گوشی رو گرفت و به نیما زنگ زد. اما پدرم گوشی رو از شدت عصبانیت ازش گرفت و خودش حرف زد. حتی رضا هم اون لحظه از بابام ترسیده بود. با فریاد و تشر به نیما گفت اگه میخوای سارا به خاطر تو نمیره همین آن بیا به این آدرس. وگرنه هم تو و هم دخترم رو میفرستم سینه قبرستون و داغش رو به دلت میذارم. رضا گفت بابا معلومه که نمیاد. چرا اینطوری میکنی؟ باید میرفتیم دم خونش. اینطوری فرار میکنه. چرا توی عصبانیت هر کاری میکنی؟ اما پدرم اعتنایی نکرد و در کمال ناباوری کمی بعد صدای زنگ در اومد. نیما بود. به محض اینکه پاشو گذاشت توی خونه، انگار یک طوفان خشم به سمت راهش افتاد. پدرم مثل یه وحشی بهش حمله ور شد. مشتای پی در پی، صدای برخورد ضربه هایی که بهش میخورد تو گوشم بود. نیما زمین افتاد. من که با سختی و کشون خودم رو رسونده بودم بالای نرده های پله، با چشمای پف کرده و زخمی همه چیز رو میدیدم. تمام زندگی من، تمام اون رویاهایی که با نیما داشتم، جلوی چشمم له میشد. پدرم در حالی که نفس میزد، روی سر نیما فریاد میکشید حرومزاده، دختر منو گول زدی؟ باهاش رابطه داشتی؟ اون فقط یه بچه است. زندت نمیذارم. رضا که میدونست اگه پدرم کارش رو تموم کنه، هم نیما میمیره و هم زندگی ما برای همیشه نابود میشه، با تمام توانش نیما رو از زیر دست پدرم بیرون کشید. پدرم با نگاهی که انگار از جهنم میومد، به هر دوی ما خیره شد و آخرین حکم رو صادر کرد. یا با سارا ازدواج میکنی یا زندتون نمیذارم. نیما با سر و صورت خونی و با صدایی که انگار از ته چاه در میومد گفت من عاشق دخترتونم. معلومه که میخوامش. باهاش ازدواج میکنم. از اولم قسم ازدواج بود. اما پدرم لگد محکمی بهش زد و گفت اگه قصد ازدواج بود میومدی جلو، نه اینکه بهش دست بزنی. اگه جونت گذاشتم فقط به خاطر اینی که آبروم حفظ بشه. وگرنه هر دوتون رو همینجا توی همین خونه چال میکردم. چند روزی گذشت. انقدر صورتم پر از کبودی و زخم بود که حتی میترسیدم توی آینه به خودم نگاه کنم. گوشیم رو ازم گرفته بودن. حتی خبر نداشتم سر نیما چی اومده. تمام مدت تو اون اتاق زندانی بودم. اما خوشحال بودم که قراره به نیما برسم. اون کتک‌ها ارزش رسیدن به نیما رو داشت. بالاخره اون روز رسید. روزی که انگار خدا به دادم رسید. نیما و خانواده‌اش اومدن خواستگاری. توی خونه فضای سنگینی بود. پدرم تلاش میکرد که جوری رفتار کنه که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. انگار اون شب تلخ و اون درگیری‌های وحشتناک فقط یک کابوس بود که هیچ کس نباید ازش باخبر بشه. میخواست جلوی اون آدمای غریبه غرور و آبروی ساختگیش رو حفظ کنه. خانواده نیما خواستن که ما دوتا تنها باشیم و توی اتاق با هم صحبت کنیم. مادر نیما گفت بهتر عروس داماد برن با هم حرف بزنن. پدرم اولش مقاومت کرد. با چشماش داشت میگفت نمیذارم این پسر توی خونه من با دخترم تنها بشه. اما رضا که انگار یه جورایی با این وصلت کنار اومده بود، با یه اشاره چشمی به پدرم حالی کرد که بذار با هم صحبت کنن. به محض اینکه در اتاق بسته شد، انگار تمام دنیا یهو درست شد. خودمون رو توی بغل هم رها کردیم. بعد از اون همه ترس و درگیری و دوری، بغل کردنش طعم زندگی داشت. اما وقتی از لای موهاش نگاش کردم، بغضم دوباره اومد. اثر بعضی از اون ضربه های پدرم هنوز روی صورت نیما بود. کبودی هایی که یادآور اون شب سیاه بود. پرسیدم نیما به خانواده‌ات چی گفتی؟
اونا همه چیز رو میدونن؟ اصلا گفتی چطور با من آشنا شدی؟ نیما دستمو گرفت و گفت نه عزیزم. فقط گفتم با یه نفر دعوا شده. حتی نمیدونن اون شب چه اتفاقی افتاد یا پدرت چقدر عصبانی بود. اونا هیچ از رابطه ما نمیدونن. به مادرم گفتم یه دختر عین قرص ماه دیدم. برام برین خواستگاریش کنین. من که از ترس آینده میلرزیدم گفتم وای نیما، اگه یه روز مادرت گواهی سلامت بخواد چی؟ اگه شک کنه و فکر کنه قبلا هم با کسی بودم یا اگه فکر کنه من یه دختر سالم و پاک نیستم چی؟ دوباره گریم گرفت. نیما با مهربونی پیش اومد و صورتم رو توی دستاش گرفت. آروم باش عزیزم. نگران نباش. مادر من مثل پدرت سنتی و سختگیر نیست. اون همه چیز رو درک میکنه. فقط من باید یه چیز رو بهت بگم. خودت میدونی اوضاع مالی من چطوریه. بد نیست. اما خب در حد شما هم خوب نیست. من یه زندگی با کلاس و پرزرق و برق ندارم که بخوام تو رو از پدرت بگیرم. اما من سالهاست که یه خونه 2 طبقه کنار گذاشتم تا وقتی ازدواج کردیم با مادرم زندگی کنیم. تو با این موضوع مشکلی نداری؟ باور کن مادرم خیلی مهربونه. اما نمیتونم تنهاش بذارم. من که فقط میخواستم از اون خونه سرد و بی‌عاطفه فرار کنم و به نیما برسم، گفتم این چیزا برام مهم نیست نیما. من توی زندگی خودم همیشه پول داشتم. همه چیز داشتم الا تو. من فقط تو رو میخوام. توی اون لحظه پر از احساس یک سوال بی موقع از ذهنم گذشت. گفتم راستی به جز خواهرت اون خانومی که همراهتونه کیه؟ نشناختمش. چرا انگار یه غمی همراهشه؟ نیما خندید و گفت اون زن عمومه. عموم و زنش یه شهر دیگه زندگی میکردن. همونجا بیخبر از همه ازدواج کرد. وقتی میخواست بیان به ما سر بزنن توی راه تصادف کرده عموم فوت کرد. زن عموم که جایی را نداشت با ما زندگی میکنه. منم که پدرم و سالها پیش از دست دادم و اونم مثل یه همدم برای مادرم میمونه. بعد با شیطنت گفت این چه سوالایه وسط خواستگاری؟ بیا شاد باشیم. بالاخره داریم مال هم میشیم. اینطوری شد که یک عروسی باشکوه برگزار شد. پدرم فقط برای اینکه جلوی فامیل آشنا آبروش رو بالا نگه داره، یه مهمونی پرزرق و برق را انداخت. انگار هیچ خبری از اون درگیری‌ها نبود. اصلاً به روی خودشم نیاورد که چی از سر گذروندیم. بعد از عروسیمون ما رفتیم سمت زندگی جدیدمون. پدرم از من شاکی بود. یه هدیه عروسی به من داد که زندگیمون رو تضمین کرد. بخشی از اون خونه که متعلق به خودم بود رو به هم داد و گفت این حقیه که به گردن منه. میدونستم که از اون کار نباید بذارم زنده بمونی. اما نتونستم از تنها دخترم بگذرم و بی کس و کار ردش کنم. اون پولی که به من رسید از کل دارایی و زندگی نیما بیشتر بود. فکر می‌کردم بالاخره به آرامش رسیدم. ماه عسلمون مثل یک رویا گذشت. پر از عشق و خوشی. اما بعد از برگشتن و به محض اینکه زندگی واقعی شروع شد، فهمیدم زندگی کردن کنار خانواده نیما اون چیزی نیست که فکر می‌کردم. خونه ما همیشه شلوغ بود. علاوه بر شیرین یا همون زنموی نیما، مهتاب هم که خواهر نیما بود و طلاق گرفته بود. با دختر 6 سالش هستی توی خونه ما زندگی می‌کردن. من آدمی نبودم که توی خانواده شلوغی بوده باشم. من عاشق سکوت بودم. عاشق این بودم که وقتی برمیگردم فقط من و نیما باشیم. چند بار سعی کردم با نیما حرف بزنم. به زبون غیر مستقیم گفتم نیما با پولی که از پدرم به هم رسیده بیا بریم یه جای بزرگتر بخریم. اینطوری خواهرت مهتاب هم میتونه یکم آرامش داشته باشه. اون خونه بمونه برای مهتاب و دخترش و ما هم یه جای آروم و دنجی داشته باشیم. همیشه یه جواب داشت. نمیتونم سارا. من نمیتونم خانواده‌مو تنها بذارم. اونا رو دوست دارم و باید کنارشون باشم. از طرف دیگه نیما یه حرکت خیلی هوشمندانه هم داشت. اون میخواست خودش رو توی دل پدرم جا کنه. هر روز با شیرینی و با یه لبخند مهربون میرفت خونه پدرم. به بهونه‌های مختلف سر میزد.
بهش میگفتم داری چیکار میکنی؟ اون میگفت باید رابطه‌مو با پدرت خوب کنم تا بالاخره منو به عنوان داماد قبول کنه. همه اون شیرین کاریام جواب داد. انگار تمام اون عصبانیت‌ها و اون شب وحشتناک زیر لایه مهربونی نیما دفن شد. نیما همون پسری که پدرم میخواست اونو زنده نذاره، حالا به لطف اون همه سیاست و مهربونی توی کارخونه پدرم استخدام شده بود. روز به روز بیشتر از قبل پیشرفت میکرد. انگار هیچ وقت اون شب اتفاق نیفتاده بود. انگار هیچ کس یادش نمیومد که اون شب چقدر من کتک خوردم. اما من هنوز اون وحشت رو توی وجودم حس میکردم. اما من میدونستم که این آرامش ممکنه هر لحظه مثل یک حباب صابون بترکه. با گذشت زمان انگار نیما داشت کم کم جای خودش رو توی اون کارخونه سفت میکرد. چیزی که بیشتر از همه منو نگران میکرد سرعت پیشرفتش بود. خیلی زود بود. خیلی سریعتر از اون چیزی که فکرشو میکردم. پدرم که مثل یک کوه سنگی بود و به هیچ کس اعتماد نداشت، انگار با نیما یه جور خاصی ارتباط برقرار کرده بود. یه اعتماد عمیق. یه جور که انگار نیما از همه اون اتفاقات بد، از اون شب وحشتناک و از اون همه درگیری پاک شده بود. اما من باهوش بودم. من یاد گرفته بودم چطور لای خطوط رو بخونم. چطور از لای لبخندها حقیقت رو پیدا کنم. و حقیقت کم کم داشت رنگ مشکوکی به خودش می گرفت. نیما دیگه اون همیشگی نبود. اون شور و اشتیاق خاص برای ما داشت جاش رو میداد به یه چیز دیگه. دیر اومدن‌ها شروع شد. هر بار که در خونه باز می شد و با اون لبخند خسته وارد می شد، یه تیکه از قلبم می ریخت. و بعد اون بهانه‌های مثل موریانه ذره ذره داشت آرامش من رو از بین می برد. همیشه یه پرونده جدید داشت. یه سرمایه گذاری تازه. یه کسب و کار رویایی که به خاطرش دیر بیاد خونه. مادام میگفت سارا پولی که از پدرت بهت رسیده به من بده. میخوام روی کاری سرمایه گذاری کنم تا بتونم یه زندگی عالی تر برات بسازم. نمیخوام تا آخر عمرمون زیر سایه پدرت باشیم. یا بخوایم وامهای سنگین بگیریم و قسط و قرض کنیم. من میخوام خودم کارخونه خودم رو داشته باشم. میخوام برای خودمون یه زندگی مستقل بسازیم. من که قلبم همیشه میخواست اون رو موفق ببینه، چقدر زود فریب خوردم. هر بار که با اون چشمای مهربون به هم نگاه میکرد و از آینده مشترکمون میگفت، دلم میریخت. فکر میکردم چقدر خوبه که بالاخره داره از زیر سایه پدرم میاد بیرون. یه روز وقتی دیدم چقدر برای این کارا تلاش میکنه، دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. رفتم محضر و با خودم میگفتم خب نیما تنها کسیه که برام مهمه. اون داره برای من میدوه. این ثروت و این اموال اگه به اون برسه یعنی آینده من و اون تضمین شده. پس همه چیزایی که از پدرم به هم رسیده بود به نام شوهرم زدم. من فکر میکردم با این کار دارم یه پیوند ابدی میسازم. چون تفکرم این بود تو زندگی مشترک پول من و نیما معنی نداره و پیشرفت اون یعنی پیشرفت من و زندگیم. فکر میکردم نیما اون پولا رو گسترش میده و ما با هم توی خونه رویایی یه زندگی جدید شروع میکنیم. توی اون خونه سعی میکردم بهترین خودم باشم. اون خانواده رو از ته دل دوست داشته باشم. با مهتاب خواهر نیما خیلی صمیمی شدم. هستی اون دختر 6 ساله کوچولی مهتاب شده بود مثل دختر خودم. هر بار که چیزی واسش میخریدم یا وقتی به نیما میگفتم نیما جان حواست به هستی باشه. حالا که پدرش نیست تو تنها تکیه‌گاهشی. داشتم سعی میکردم که این خانواده پاره پاره رو جمع کنم. اما مهتاب مثل یک کتاب بسته بود. هر بار که با نزدیک شدن و کنجکاوی سعی میکردم بپرسم مهتاب عزیزم چرا طلاق گرفتی؟ اصلا پدر هستی کجاست؟ چرا فامیل آشنایی ندارید؟ همش تفره میرفت. فقط میگفت ما اصفهانی هستیم. بقیه آشناهامون اونجان. همینطور بود. انگار خانواده‌اش هیچ گذشته‌ای نداشت. انگار از دل یه خلا اومده بودن بیرون. حتی شیرین
زنموی اون با من یک کشش خاص داشت. ساعتها با هم حرف می‌زدیم. تقریباً چند سالی از من بزرگتر بود. احساس می‌کردم اون تنها کسیه که منو درک می‌کنه. اما اونم مثل بقیه وقتی بحث به گذشته می‌کشید، مثل یک دیوار سنگی ساکت می‌شد. هیچ وقت از ازدواجش با عموی مرحوم حرف نمی‌زد. از اینکه چطور با هم آشنا شدن نمی‌گفت یا نمی‌گفت چرا بیخبر باهاش ازدواج کرده. اون سکوتا، اون جواب ندادنا و تفره رفتنا باعث می‌شد من مشکوک بشم که چرا همه از جمله شوهرم از جواب دادن به من تفره می‌رفتن. یه جای کار واقعاً می‌لنگید. اون دیر اومدن‌های نیما، اون محبت‌هایی که گاهی بین اون و شیرین رد و بدل می‌شد، اون نگاه‌های سوالی من که با سکوت خانواده روبرو می‌شد، همش یک علامت سوال بزرگ بود که باید جوابشو پیدا می‌کردم. باید می‌فهمیدم چرا پدرم اینقدر سریع گاردش رو پایین آورده و اعتماد کرده بود. دیگه صبرم لبریز شده بود. اون سکوتای عجیب، اون نگاه‌های معنیدار و اون حرف‌های نیمه تموم مثل دیوارای بلند بودن که داشت دورم رو می‌گرفتن. تصمیم گرفتم خودم دست به کار بشم. اما نه با داد و فریاد، بلکه به آرومی مثل یک سایه. میخواستم بدونم مرگ اون عمو واقعا چطور اتفاق افتاده. چرا وقتی اسمش میاد همشون یهو یادشون میره چطور باید حرف بزنن. اما همزمان با اینکه داشتم دنبال رد حقیقت اونها میگشتم، فهمیدم برادرم هم داره وارد بازی اونا میشه. اون شب که برای سر زدن به پدرم رفتم، رضا منو کشید یه گوشه. ساکت اما با چشمای پر از هیجان عجیبی که تا حالا ندیده بودم. بهم گفت سارا، من باید چیزی رو بهت بگم. من از مهتاب خوشم اومده. واقعاً با وقار و با نمکه. هر بار توی مهمونی ها میبینمش انگار نفسم بند میاد. من واقعاً میخوامش. با شنیدن حرفش دنیا روی سرم خراب شد. گفتم رضا، تو چته؟ چرا همیشه با آدمای اشتباه دل میبندی؟ اول آیدا، حالا مهتاب. اون یه زن مطلقه است. بچه داره. اون دنبال آرامشه، نه یه رابطه با برادر من. تو پول داری، درست. همه چیز داری. چرا همیشه انتخابات غلطه؟ رضا یه لحظه به خودش اومد. انگار حرفم حسابی بهش برخورد. اما به جای پشیمونی یه جور لجاجت توی چشماش اومد. گفت تو دیگه از انتخاب اشتباه به من نگو. سارا، یادت به خاطر نیما نزدیک بود بمیری؟ حالم که میبینی بابا دوستش داره و زندگیت خوبه. هرچند من اصلاً از شوهرت خوشم نمیاد. حس میکنم اون سعی داره از من جلو بزنه. حرف رضا مثل یک تیر به قلبم خورد. گفتم نیما؟ اون که همیشه میگفت میخواد برای من زندگی بسازه. یعنی چی که رضا فکر میکرد اون قصد داره ازش جلو بزنه؟ با اینکه تمام وجودم داشت فریاد میزد که این کار اشتباهه، اما نتونستم جلوی برادرمو بگیرم. انگار مهتاب هم از قبل با اون نگاه‌های خاصش راه رو برای رضا باز کرده بود. وقتی برگشتم خونه با مهتاب حرف زدم. اول با کلی ناز کردن و بهونه آوردن از هستی گفت سختشه. اما بعد که دید حرفم واقعا جدیه، اون رو قبول کرد. حالا اونا توی فضای مجازی با هم در ارتباط بودن. من حس خیلی بدی داشتم. حس می‌کردم دارم یه آتیش رو می‌بینم که ممکنه یه روز کل این خونه رو بسوزونه. اما می‌ترسیدم اگه دخالت کنم دوباره مثل قضیه آیدا کینه و دشمنی به بار بیاد. در عین حال شک به نیما هم داشت منو از پا در می‌آورد. کیفش رو چک می‌کردم. اسناد مالی، برگه‌های بیزنس و ظاهراً همه چی هم درست بود. مدام از یک تجارت بزرگ خارجی با پدرم حرف می‌زد. میگفت سارا، این فرصت ماست. اگه این معامله انجام بشه، مقدمات مهاجرتمونم فراهم میشه و دیگه اینجا نیستیم. اما این حرفها مثل یک سراب بود. هر چقدر بهشون نزدیک میشدم، بیشتر احساس میکردم داره دور میشه. تا اینکه یه شب به اصرار مادرم شب رو خونه پدرم خوابیدم. روز بعد که برگشتم خونه یه چیز عجیب دیدم. یه لباس از لباسای شیرین کف اتاق بود. درست وسط اتاق خواب من و نیما. قلبم وایساد. سریع رفتم سراغ شیرین. پرسیدم شیرین خانم، یه لباس ازتون تو اتاق خواب پیدا کردم.
اونجا چی کار میکنه لباست؟ شیرین با یک آرامش عجیب گفت آخ ببخشید سارا جون. دیشب که تو نبودی من و مهتاب رفتیم اونجا و تو خونت خوابیدیم که یکم خسته بودیم. ببخشید که بی اجازه وارد خونت شدیم. اکرم جون داشت پایین رو تمیز میکرد. ما که فهمیدیم نیما نمیاد خونه رفتیم اونجا. مهتاب هم که همون موقع اونجا بود حرف شیرین رو تایید کرد. همون تایید کردن مهتاب باعث شد شک به دلم راه ندم. اما یادم بود که نیما گفته بود میره خونه. با خودم گفتم حتما فهمیده دخترها خونه هستن نرفته. یه روز که مادر شوهرم مشغول تمیزکاری بود حس کردم بهترین موقع است تا سوالی که ذهنمو درک کرده بپرسم. مستقیم رفتم سر اصل مطلب و پرسیدم اکرم خانم میخواستم بدونم عموی مرحوم یعنی شوهر شیرین خانم کی فوت کرد؟ اکرم خانم بدون مکث گفت حدوداً 6 سال پیش عزیزم. اون موقع دخترم هستی و باردار بود. همون لحظه انگار یه صاعقه به مغزم خورد. یادم اومد که شیرین چند ماه پیش وقتی داشت با من گپ میزد وقتی ازش درباره تاریخ فوت شوهرش پرسیدم گفت قضیه واسه 4-5 سال پیش بوده. چرا هر کدوم یه تاریخ میگفتن؟ اون لحظه بود که فهمیدم توی این خونه یه دروغاییه. یه خانواده‌ای که حتی درباره مرگ یکی از اعضای خودشونم درست حرف نمیزنن. یعنی اصلا حرفاشون هماهنگ نیست. یه خانواده‌ای که انگار هر کدومشون یه حقیقت جداگانه دارن و همه چیز رو دور هم میپیچیدن تا من رو سردرگم کنن. حالا دیگه فقط قضیه شک به نیما و کارای عجیبش نبود. حالا من به کل اون خانواده مشکوک بودم. خیلی تلاش کردم که برادرم رو از ارتباط با مهتاب منصرف کنم. اما فایده نداشت. اون واقعا مهتاب میخواست و حتی خیلی اوقات مهتاب هستی رو پیش من میذاشت و با برادرم میرفت بیرون. رابطهشون توی چند ماه انقدر جدی شد که حالا دیگه برادرم به ازدواج با مهتاب فکر میکرد. اما من خودمم توی خانواده پر از ابهام بودم. چطور میتونستم اجازه بدم برادرم وارد این قضیه بشه؟ توی این مدت رابطه رضا و نیما هم چندان خوب نبود. چون نیما توی کارخونه حسابی ترفیع گرفته بود و با پیشرفت‌هایی که واسه کارخونه رقم زده بود، حالا خیلی از کارا رو مدیریت میکرد. و این باعث شده بود نقش برادرم کمرنگ بشه. زندگی دقیقاً همون جوری بود که فکرشو میکردم. همه چی داشت سمت یک طوفان بزرگ میرفت. اما من هنوز فکر میکردم فقط بدبینی ها ملکیه. رابطه نیما و رضا دیگه اصلاً قابل تحمل نبود. رضا مدام با اون اخمای همیشگی و لحن عصبیش میگفت سارا تو حرف منو قبول نداری. با نقشی که جلوی بابا داره بازی میکنه میترسم بابا یه روز بیدار بشه ببینه چه بلایی سر کارخونه آورده. میترسم از اعتماد بابا سوء استفاده بشه. اما من که میدیدم نیما چقدر توی کارخونه خوب عمل کرده و چقدر کارها رو جلو برده نمیتونستم حرفاشو قبول کنم. فکر میکردم رضا فقط داره حسادت میکنه. تا اینکه اون سفر کاری لعنتی شروع شد. نیما و رضا با هم رفتن که یه معامله‌ای رو ردیف کنن. اما درست وسط سفر وقتی که من تنها بودم گوشیم لرزید. رضا بود. صدای داداشم یه جوری بود که تا حالا نشنیده بودم. لرزون، وحشت زده و پر از استرس. گفت سارا باید زودتر ببینمت. چیزایی از نیما فهمیدم که باورت نمیشه. خیلی زود راه میافتم. چند ساعت دیگه پیشتم فقط گوش به زنگ باش. من خیلی به هم ریختم سارا. تمام وقت رو با یک دلشوره وحشتناک گذروندم. یعنی چی شده؟ چی فهمیده بود؟ چرا میخواست وسط سفر نیما رو ول کنه و برگرده؟ همینطور که با گوشی توی دستم نشسته بودم و منتظر بودم رضا زنگ بزنه، یهو شماره رضا افتاد روی گوشی. جواب دادم رضا، چیزی شده؟ کجایی؟ اما اون طرف صدای رضا نبود. صدای یه مرد بود. یه پلیس. با یه لحن سرد که داشت استرسم و دوچندان میکرد، به هم گفت رضا تصادف کرده و الان بیمارستانه. آدرس به هم گفت. انگار دنیا دور سرم چرخید. گوشی از دستم برای چند دقیقه افتاد. شوکه بودم. اما نهایت با گریه و زاری به پدر و مادرم زنگ زدم. مسیر بیمارستان 1.5 ساعت بود ولی برای من
مثل یک قرن گذشت. وقتی رسیدیم دیگه خیلی دیر شده بود. پزشکی که بالای سر رضا بود ملحفه سفید رو سر تا سر رضا کشیده بود و گفت متاسفم. ضربه شدیدی به سرشون وارد شده بود و بر اثر خونریزی مغزی فوت کردن. همونجا روی زمین افتادم. حس می‌کردم نمیتونم نفس بکشم. فقط جیغ می‌کشیدم و گریه می‌کردم. باورم نمی‌شد. تنها برادرم که قرار بود بیشتر از همه هوامو داشته باشه، توی چشم به هم زدن از پیشم رفته بود. مادرم از شدت غصه غش کرد. پدرم انگار یهو پیر شد. اون لحظه نمیدونستم مراقب کدومشون باشم. تنها پسرشون آخه از دست داده بودن. اما فاجعه اصلی تازه داشت شروع میشد. بعد از مراسم خاکسپاری، وقتی هنوز هممون از داغ رضا تو شک بودیم، یه افسر پلیس اومد خونمون. بعد از یکم مقدمه چینی گفت میدونم شرایطتون سخته. اما تصادف پسرتون یه سری ابهامات داره. روز تصادف سر صحنه متوجه شدیم علت تصادف به خاطر این بوده که ترمزا دستکاری شده بودن. حالا چند تا سوال داریم. پسرتون دشمنی داشت؟ کسی بود که ازش کینه داشته باشه؟ پدرم گفت پسر من هیچ کسی آزار نداده بود. دشمنی نداشت. حتی آزارش به یه مورچه هم نرسیده. اما اگه کسی باعث مرگش شده باشه به خدا قسم که باید تاوانشو بده. افسر پلیس رفت و قبلش گفتن که متوجه هر مورد مشکوکی شدین به ما اطلاع بدین. من اون لحظه فهمیدم که این تصادف یک تصادف ساده نبوده. این یک قتل بوده. اما آخه کی میتونست باعث مرگ برادرم بشه؟ بعد از اون روز من دیگه اون سارای پر انرژی شاد نبودم. حال و حوصله هیچی رو نداشتم. همش با خودم میگفتم رضا چی فهمیده بود؟ اون حرفای آخرش که گفت چی بود؟ میگفت من نیما رو شناختم. اگه بهت بگم باورت نمیشه چطور آدمیه. این حرفا مثل یک تیکه سنگ روی سینم سنگینی میکرد. یعنی چی از شوهرم فهمیده بود که اینقدر مهم بود و حاضر شده بود درست وسط سفری کاری برگرده و اونا رو به من بگه. باید از همه چیز سر در می آوردم. نباید میذاشتم خونه برادرم پایمال بشه. دل و دماغ هیچی نداشتم. دلم نمیخواست برگردم خونه خودم. فقط پیش مادرم بودم تا یکم حالش بهتر بشه. نیما کلی اصرار میکرد که برگردم. اما هر بار با دیدنش یادم میومد که برادرم ازش چی فهمیده بود. اونم درست قبل مرگش. مدتی گذشت و یکم مادرم حال و هواش عوض شد و نیما کلی اصرار و با اون قیافه مظلوم و ناراحت بالاخره منو برگردوند خونه. مهتاب هم که از قبل داغون بود وقتی فهمید من برگشتم سری اومد خونه ما. نیما رفته بود و فقط من و مهتاب بودیم. وقتی دیدمش فقط تونستم بغلش کنم و با گریه گفتم مهتاب برادرم واقعا عاشقت بود. میخواست هر کاری کنه تا بهت برسه. اما به جای رخت دامادی کفن تنش کردم. نتونست خوشبختت کنه. الهی بمیرم که جوان مرگ شد و اشکام با شدت بیشتری سرازیر شد. مهتاب گریه کرد. گفت کاش زودتر باهاش آشنا میشدم. تو همین مدت کوتاه طوری عاشق شدم که دیگه هیچ وقت نمیتونم فراموشش کنم. اون روزا هیچ کس حال خوبی نداشت. پدرم مدیریت تمام کارهای کارخونه رو سپرده بود دست نیما تا وقتی که اوضاع خودش بهتر بشه و بتونه به کارخونه برگرده. انگار در حالی که ما هممون رمقی برای ادامه دادن نداشتیم، نیما انگیزه بیشتری برای کارخونه داشت. تو اون اوضاع مهتاب عین مرغ پرکنده شده بود. آروم و قرار نداشت. میدونستم برای مرگ رضا ناراحته. اما حالا انگار یک اضطراب عجیبی داشت. انگار میخواست یه حرفی بزنه اما نمیتونست. نهایتاً یه شب که من و نیما خواب بودیم، یهو با صدای جیغ اکرم خانوم از خواب پریدم. کل بدنم یخ کرد. میگفتم خدایا دوباره اتفاق بدی افتاده مگه؟ من و نیما با عجله رفتیم پایین. ساعت 4 صبح بود. اکرم خانوم با گریه میزد تو سر و صورتش و میگفت بیدار شدم یه لیوان آب بخورم. لامپ رو روشن کردم. یهو دیدم مهتاب چند تا ورق قرص کنارشه. هر چی صداش میزنم جواب نمیده. در حالی که روی زمین افتاده بود خودش رو میکشید سمت مهتاب میگفت
تو رو خدا نذارین دخترم بمیره. نجاتش بدین. مهتاب اقدام به تموم کردن زندگیش کرده بود، اما خوشبختانه به موقع رسوندیمش بیمارستان. معده‌اش رو شستشو دادن و حدوداً 2 روز هم تو بخش مراقبت‌های ویژه بود. نهایتاً به هوش اومد. وقتی چشماش رو باز کرد رفتم بالای سرش و گفتم خدا رو شکر که زنده‌ای. بعد رضا طاقت از دست دادن تو رو هم نداشتم. کلی روانپزشک و اینجور چیزا اومدن بالا سرش. باهاش صحبت کردن. بعد از اینکه خوب شد نهایتاً مرخص شده به خونه برگشت. به نیما گفتم بهتره مهتاب مدتی پیش ما باشه. من که از اول ازدواجم با اونا بودم و هر شب میومد خونمون، حالا مشکلی نداشتم که یکم مراقبش باشم و حداقل بچهش بی مادر نشه. زیاد پاپیچش نشدم که درباره علت کارش بپرسم. میخواستم خودش بیاد و همه چیز رو با همون در میون بذاره. چند روزی گذشت و من کاملا کارای نیما رو زیر نظر داشتم. حس میکردم بیخبر از پدرم داره یه کارایی رو انجام میده. یه معاملایی میکنه، اما باید مدرک جمع میکردم تا هاشا نکنه. تا مثل همیشه نزنه زیر همه چیز. در حالی که یه شب نیما خواب بود، مهتاب اومد در خونه رو زد و یه قیافه مضطرب داشت. ازم پرسید نیما بیداره؟ گفتم نه خوابه. یه داخل. گفت نه. بهتره بریم یه جای ساکت حرف بزنیم تا اون نشنوه. پس بردمش اتاق پشتی و یهو زد زیر گریه. جلوی دهنشو گرفته بود تا نیما بیدار نشه و گفت من باید یه رازی رو بهت بگم. یه راز خیلی بزرگ. ترسیدم و گفتم خب حرف بزن، نصف جونم کردی. گفت چیزی که قراره بشنوی حسابی زندگی تو به هم میریزه. میخوام بدونی که برادرم قبل تو زن داشته و هنوز اون زن عقدشه و ماهانه داره بهش پول میده. حتی از اون زن هم بچه داره. یهو انگار یه سطل آبی یخ روی سرم ریخته باشن. گفتم چی داری میگی؟ حالت خوبه؟ یعنی چی که زن و بچه داره؟ بعد ادامه داد و گفت یادت از عموم برات گفتیم؟ همون عموم که حسابی دربارش سوال داشتی که چطوری فوت شده؟ همیشه میخواستی ازش چیزی بدونی. گفتم آره. گفت عموی من تنها زندگی میکرد چون از فامیل فاصله گرفته بود و وقتی که اومد به ما سر بزنه تصادف کرده فوت شد. تا اینجای ماجرا رو حقیقت رو بهت گفتیم. اما درست همون موقع بود که نیما اومد و گفت دختری که عاشقشه ازش حامل است و باید اونو عقد کنه. اون زن ماه آخر بارداریش بود و حتی میگفتیم تازه برا برادرم عقد کردیم. بچه‌ای که قرار بود به دنیا بیاد همه چیز را لو میداد. پس یه نقشه ریختیم. هیچ کس چندان از عموم خبر نداشت. پس اون زن رو که درست چند روز قبل فوت عموم وضع حمل کرد، الکی به عنوان زن عموم معرفی کردیم و گفتیم تو تصادف زنده مونده. با شنیدن این حرفا دنیا داشت دور سرم میچرخید. کم کم داشتم به جواب نزدیک میشدم. خدای من چطور ممکن بود؟ مهتاب بی توجه به حال من داشت تون حرف میزد و گفت اون زن شیرین بود. همین شیرینی که الان پایین خوابیده. اون کسی بود که برادرم عاشقش بود و ما به دروغ اونو به عنوان زنموی مرحومم معرفی کردیم. گفتیم بهش پناه دادیم. یهو وسط حرفاش گفتم چطور تونستین بهم دروغ بگین؟ تمام مدت اون زن جلوی چشمم بود. بهش محبت کردم. حالا میگین اون زن نیماست؟ اون که عاشق شیرین بود چرا اومد سراغ من؟ چرا هیچی به من نگفتین؟ اصلاً اون بچه الان کجاست؟ بچه شیرین کجاست؟ همینطوری تون صدام داشت بالاتر میرفت که مهتاب گریه کرد و گفت خواهش میکنم آروم باش. ببین نیما نباید بفهمه که اینا رو بهت گفتم. نیما با هدف و برنامه قبلی اومده سمتت. وقتی که بچهشون به دنیا اومد اونا دادنش به من. گفتن همه باور میکنن که شیرین زنمون بوده. من اون موقع باردار نمیشدم، پس بچه اونا رو به فرزندی قبول کردم و به همه گفتم اونو از پرورشگاه آوردم. اما شوهرم نتونست اون بچه رو بپذیره و مدتی بعد به خاطر اینکه من نمیتونستم باردار شم میگفت هستی بچه نامشروعه، از هم طلاق گرفتیم. شنیدن این حرف برام خیلی سنگین بود. یعنی هستی اون دختر شیرین و مظلومی که من اونقدر بهش بها میدادم و دوستش داشتم دختر نیما بود. بی دلیل نبود اونقدر بهش محبت میکرد.
بی دلیل نبود که نیما اونقدر هوای شیرینو داشت. پس اون عوضی من آورده بود وسط زندگی عاشقونش. از عصبانیت یقه مهتابو گرفتم و چسبوندم به دیوار. گفتم چرا نیما اومده سراغ من وقتی خودش زن و بچه داشته؟ درست لحظه‌ای که میخواستم به سوال جوابم برسم، صدای پای نیما رو شنیدم و اونو رها کردم. نیما گفت این ساعت شب موقع حرف زدن چی شده؟ من و مهتاب طوری وانمود کردیم که چیزی نشده. مهتاب رفت پایین و با نگاهش بهم فهمود فعلا سکوت کنم تا مابقی ماجرا رو بهم بگه. با اینکه اون لحظه از نیما متنفر بودم اما سکوت کردم و هیچی نگفتم. چون میدونستم قضیه بزرگتر از این حرفاست و بهتره بقیه ماجرا رو هم از زبون مهتاب بشنوم. اما روز بعد اتفاق عجیبی افتاد. مهتاب که برای خرید بیرون رفته بود تا شب به خونه برنگشت. اولش فکر کردم شاید فرار کرده تا قضیه رو به من نگه. اما هر چقدر میگذشت بیشتر نگرانش میشدم. تا اینکه مادرش هم دیگه طاقت نیاورد و با گریه به من و نیما گفت نمیدونم چه بلایی سر دخترم اومده. سابقه نداشته تا این ساعت بیرون از خونه باشه. بیاییم بریم دنبالش بگردیم. با استرس و نگرانی همه جایی که فکر میکردیم رفته گشتیم. اما خبری ازش نبود. انگار آب شده بود و رفته بود زمین. رفتیم کلانتری و اطلاع دادیم. اون شب را تا صبح من و مادرش از نگرانی چشم روی هم نذاشتیم. به شیرین حتی نگاه هم نمی کردم. و عجیبتر از همه نیما یه جورای انگار بیخیال بود و استرس نداشت. مادام می گفت نترسین پیدا میشه. اون بزرگ از پس خودش برمیاد. دخترش هستی یا بهتر بگم دختر ناتنیش خیلی بیتابی می کرد. پیش شیرین آروم گرفت. انگار بچه یه جورایی حس می کرد اون شیرین مادرشه. تمام اون شب خودم رو کنترل کردم تا به نیما نگم حقیقت چیه. وقتی که مدتی پیش مادرش رفت منم رفتم وسایلشو گشتم. از اونجایی که زبان انگلیسیم خوب بود کلی مدارک پیدا کردم که اون سعی داره کارخونه پدرم رو بالا بکشه و برادرم رضا در این باره حق داشته. از همه اون مدارک سریع عکس گرفتم. ازش متنفر بودم. اما باید همه چیز رو میفهمیدم و بعد دستش رو میکردم. روز بعد که به بهونه سر زدن به کلانتری از خونه خارج شدم یه ماشین گرفتم و دنبالش رفتم تا اینکه رسید به باغی که آخر هفته ها برای تفریح می رفتیم. اونجا رفت داخل و مدتی بعد برگشت سوار ماشینش شد. منم رفتم چون یک کلید زاپاس داشتم. دیدم مهتاب اونجاست. در حالی که در رو روش قفل کرده بود و اون جیغ می زد که در رو باز کنم. مهتاب پرید بغلم و حسابی داشت گریه می کرد. گفت نیما حرفامون اون شب شنیده. وقتی صدامون بالا گرفته همه چیز رو شنیده. روز بعد که رفتم خرید اومد تو خیابون و با ماشین جلوم سبز شد و گفت با هم صحبت داره. یهو منو آورد اینجا و رهام کرد و گفت بهش خیانت کردم و تا وقتی که همه چیز رو از چنگ بابا در بیاره باید اینجا بمونم. حالا هم اومده بهم سر بزنه و واسم غذا بیاره. ازش متنفرم. بغلش کردم تا آروم بشه و گفتم منم ازش متنفرم. واقعا دیگه این آدمو نمیشناسم. آدم خواهر خودشو زندانی کنه به خاطر مال دنیا؟ یه لیوان آب واسش آوردم تا یکم آروم بشه. بعد با گریه گفت بذار بقیه ماجرا رو برات تعریف کنم. ازم پرسیدی چرا برادرم با وجود داشتن شیرین اومده سراغت. اون که هم شیرین هم بچهش کنارش بودن اما یه دلیل داشت که جلوی راه تو سبز شد. شیرین هیچ وقت پدرش رو ندیده بود. چون وقتی تو شکم مادرش بود پدرش اونها رو رها کرد. در واقع اونم مثل هستی حاصل یک ارتباط نامشروع بود. اما تو این سالها مادرش بهش اطلاعاتی داده بود که تونست پدرش پیدا کنه و فهمید در حالی که اون و مادرش کلی سال توی سختی زندگی می‌کردن، نهایتاً مادرش هم به خاطر بیماری و بیپولی مرد. اما پدرش تو بهترین شرایط زندگی می‌کرده. یه لحظه نفسم بند اومد و گفتم پدر شیرین کیه؟ اینا چه ربطی به من داره مهتاب؟ اون گفت پدر شیرین پدر توئه. یعنی شیرین خواهر ناتنی توئه. وقتی فهمید داری تو ناز و نعمت زندگی میکنی و اون توی رنج و عذابه، با نیما این نقشه رو کشیدن تا نیما بهت نزدیک بشه و همه چیزتون رو از چنگتون در بیارن. حرفاش مثل پتک داشت به سرم میخورد. یعنی پدرم قبلا زن داشته و به ما نگفته؟ چطور ممکنه شیرین خواهر من باشه؟
داشتم دیوونه می شدم. یکم آرومم کرد و گفت اونا شما رو زیر نظر داشتن. نیما فهمید که تو میری کلاس زبان. اونجا شد هم کلاسی تو. طبق برنامه پیش رفت تا دل تو رو به دست بیاره. شیرینم که میدونست همه اینا یه بازیه تا ثروت پدرتو به دست بیاره، هیچ مشکلی با نقش بازی کردن شوهرش نداشت. حتی اینکه نیما با تو ازدواج کنم براش عیبی نداشت، چون همش یه فیلم بود، یه نمایش. حتی وقتایی که تو نبودی اونا با هم رابطه داشتن. درست مثل همون شبی که شیرین لباساشو تو خونه تو جا گذاشت. با گریه گفتم چرا شماها جلوش رو نگرفتین؟ چرا توی این دروغ سهیم شدین؟ گفت اولش منم از پول بدم نمی اومد. اما مادرم مخالف بوده و کسی به حرفش بها نمیداد. حتی نیما اونو تهدید کرد تا حرفی نزنه. فکر کردی چرا انقدر به پدرت نزدیک شد؟ چون میخواست اعتمادشو جلب کنه و نهایتاً یه روز همه چیزشو بالا بکشه. با گریه پرسیدم تو و رضا چی؟ اونم دروغ بود؟ گفت نه، اون تنها چیز واقعی توی این ماجرا بود. من و رضا واقعاً به هم دل بستیم. نمیتونستم بهش دروغ بگم. پس وقتی تو سفر کاری بودن همه چیز رو بهش گفتم و اونم میخواست هرچی فهمیده رو به تو بگه. اما نیما که زرنگتر از این حرفاست، اون روز توی هتل حرفای رضا رو تلفنی شنیده و قبل اینکه اون راه بیفته ماشینشو دستکاری کرده. بعدم به من زنگ زد و گفت بهتره خفه خون بگیرم و میدونه همه چیز رو به رضا گفتم. اگه بیشتر پیش برم دهن منم میبنده. این سنگین ترین حرفی بود که شنیدم. یهو پاهام سست شد و روی زمین افتادم. چطور ممکن بود نیما تونسته باشه به خاطر پول تنها برادر منو به کام مرگ بفرسته؟ مهتاب دید حال خوبی ندارم، کمی سکوت کرد و گفت از وقتی که نیما از اون سفر برگشته فهمیدم باعث مرگ رضا شده. نهایتاً تصمیم گرفتم خودکشی کنم. اما متاسفانه توی بیمارستان دوباره منو نجات دادن. دیگه نمیفهمیدم مهتاب چی میگه. تلفن رو برداشتم و به پلیس زنگ زدم تا نیما رو دستگیر کنن. فکر میکردم مهتاب مقاومت کنه یا جلومو بگیره. اما حالا اون خودش هم از برادرش متفر بود. حالا مدتی گذشته. نیما به دلیل دستکاری ماشین و اقدام به کشتن برادرم دستگیر شد. ازش طلاق گرفتم و خیلی سریع جلوی تمام کثافتکاریاشو گرفتم. اون میخواست کارخونه پدرم از چنگش در بیاره. به پدرم گفتم که میدونم قبلا زن داشته و وقتی درباره شیرین و تمام ماجرا بهش گفتم، اون شرمنده شد و گفت نمیدونسته مادر شیرین بارداره. با این حال نذاشتیم مادرم چیزی بفهمه. با اینکه شیرین مسبب بدبختی‌های ما بود، اما پدرم بخشی از ثروتش رو به اون بخشید تا دین گردنش نباشه. من خانواده نیما رو بخشیدم. مهتاب و حتی شیرین رو. چون به خاطر شرایط زندگیش و اینکه پدری نداشته تا حدی بهش حق میدادم. اما نیما رو به خاطر مرگ برادرم هیچ وقت نبخشیدم. دادگاه نیما تشکیل شد و چون اون با دستکاری ترمز ماشین رضا قصد قتل عمد داشته، حکمش قصاص بود. من مصر بودم که این حکم اجرا بشه. اما پدرم که فهمید اون یه بچه 6-7 ساله داره بخشش کرد. من هیچ وقت نمیتونستم اونو ببخشم. اما ملاک تصمیم پدرم بود. پس نیما به جای قصاص حکمش 15 سال حبس بود. بعد از اون 2 سال پر از تنش و اتفاقاتی که افتاد، من تصمیم گرفتم برای بهتر شدن حالم از کشور مهاجرت کنم. الانم دارم مقدماتشو فراهم میکنم تا از اون زندگی و اون عشق دروغین فاصله بگیرم.